عزت امان حامی بازداشت شده حقوق مهاجران تاجیک از بازداشتگاه موقت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به بازداشتگاه تفتیشاتی یا سیزوی رقم 1 وزارت عدلیه گذرانیده شده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 1 ایون به رادیو آزادی گفت این کار 31 می انجام گرفت و او تا پایان تحقیق پرونده در آنجا خواهد بود. دادگاه مهلت بازداشت عزت امان را تا آخر ماه ایول امسال تعیین کرد. او 25 مارس در روسیه غیب زد و 27 مارس در تاجیکستان پیدا شد و طی 2 ماه اخیر در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی بود و پروندهش هم از طرف مفتشان همین وزارت تحقیق می شد. حالا سوال پیش می آید که از نگاه حقوقی از یک بازداشتگاه به بازداشتگاه دیگر کوچانیدن عیبدار شونده چی معنا دارد؟ همکارم میرزا نبی خالقزاد این مسئله را با حقوق شناسان و نزدیکان عزت امان در میان گذاشت و حالا در استودیو با ماست. خوب سبب چی بوده میتواند میرزا نبی؟ سلام عبدالله. بله، در نگاه اول این عمل گویا عادی است، یعنی گذراندن از یک محبس به محبس دیگر، ولی حقوق شناس معظم قادرو در شرح این مسئله امروز به رادیو آزادی گفت بر پایه قانون ها از جمله نظامنامه مؤسسه نگهداری موقتی عیبدار شونده همگی 10 روز در مؤسسه نگهداری موقتی طوری میگن EVS نگاه داشته می شود و اگر در این 10 روز بیگناهیش ثابت شود باید آزاد گردد و اگر تفتیش پروندهش همچنان ادامه کند باید به بازداشتگاه تفتیشاتی یا سیزو گذرانده شود. حقوق شناسان میگن اگر بازداشت عزت امان از روز ناپدید شدنش در روسیه یعنی 25 مارس شمرده شود و 6 برابر بیشتر در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگهداری شده است. اما دیر هم باشد به گفته وکیلان این حالت اصلاح شده است. اما برای خودی بازداشت شده این چی معنا داشته میتواند میرزا نبی؟ ببینید، باز هم به عقیده حقوقدان ها این چنین معنا دارد که تفتیش قضیه او به درازا خواهد کشید، ولی نکته دیگر در آن است که مقررات هر یکی از این مؤسسه ها از هم فرق می کند. یعنی اگر کارمندان امور داخلی یا مفتش می توانند بی آگاهی یا درخواست پیشکی هر وقتی که خواستند به بازداشتگاه موقت یعنی EVS وزارت کار داخلی وارد شوند، چنین امکانیت را برای درآمدن به بازداشتگاه تفتیشاتی وزارت عدلیه یعنی سیزو نخواهند داشت. رسانه‌ها گاه می نویسند که در بازداشتگاه موقتی برای اعتراف عیبنامه از شکنجه نیز استفاده می شود. آیا این تغییر برای نزدیکان عزت امان در عیادت او نیز مشکل به بار خواهد آورد؟ ما با نزدیکان او هم در تماس بودیم و آنها تغییر مکان کردن عزت امان را تصدیق کردند و میگن هنوز از شرط و شرایط عیادت در بازداشتگاه تفتیشاتی یا سیزو خبر ندارند و امروز من با پسری او صحبت داشتم، گفت که ما در نزد سیزو قرار داریم، اما نگرانی بیشتری آنها از سستی روند تفتیشات است. آنها میگویند در این همه مدت هیچ یکی از 11 دعواگر با عزت امان روبرو کرده نشدند. این جریان تفتیش و حل پرونده را به درازا میکشد. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد بود با شرح تغییر در پرونده عزت امان، رهبر مرکزی تاجیکان در روسیه و حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه که آخر ماه مارس به این سو در بازداشت به سر میبرد.